اعوذ بالله من الشیطان شیره‌ای. نرگس خاتون، یکی از کارشناسان صدای دروغگویان هستم که امروز آمدم با شما مخاطبان و دوستان عزیز و شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز راجع به آلودگی هوای کشور عزیزمان صحبت کنم. جایتونه با عینک به عینک من چیکار داریم؟ موردشو بوده. حالا توضیح میدم، تحمل کنید و طبق معمول برید چایی و قلیون و نقل و نباتتون رو بگیرید. توضیح میدیم همه چیزا. آره تو این گیر و بیری آره همه چیز توضیح میدیم. والا من و بسیاری از کارشناسان دیگر دیگه سکینه خانم و اینا نشستیم و تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این حرکت که ما به هوای آلودگی هوای تهران و شهرهای دیگر که بریم درخت کاج بکاریم بسیار حرکت زشتی می باشد به هوای آلودگی هوا. فکر کردم مثلا ما خرید چیزی هستیم. این درخت های کاج اولا که همش آمریکاییه و بسیار این حرکتی کافرانه به قرتی بازی درخت کاجو دارم میگم. آره کاملا از بین باید بره و ما اصلا رفتیم به شورای نگهبان اصلا اعتراض کردیم. آره جنتی اونجا بود. داره ما به شورای نگهبان اصلا چیز کردیم، همچون گفتم رفتیم شکایت کردیم، گفتم که اصلا همه رو درخت نخل بکاریم، کاجر همه رو اصلا ریشه در بیاریم که دیگه مثلا آمریکایی و کافرانی اینجور چیزا نباشه. همه رو کردیم مثلا مثل نخل. خب نخل، ما به درخت نخل و این چیزا خیلی عادت داریم، از ارث و میراثمون اصلا بهمون رسیده، اصلا حالمون خوش میشه، خوب میشه وقتی که درخت نخل و اینجور چیزا میبینیم. چطوره با مردیشو برده؟ خب تمامی کشورهای عربی درخت های نخل داره. خب ما عادت داریم. درخت کاج چیه؟ درخت کاج میخوایم بریم بکاریم، آمریکا رو میخوایم برداریم بیاریم تو تهران و شهرها کرج و قزوین و اینجا قم و اینجور جاها. اصلا درخت کاج رو گفتم همه رو میخوام دستور بدیم که اصلا ریشه درش بیاریم همه رو. آره اینکم خب گفتم بر تو توضیح بدم کار دیگه. الان که میدونی یه مقداری خط و خره شیر تو شیر کاره بلاست که از آسمون نازل شده. این انگلیسا و چه میدونم آمریکایی ها شاید ناراحت شدن که میخوایم درختای کاجشون رو همه رو با درختای نخل چیز کنیم، عوض کنیم. میخواد عصبانی شدن، نیست که قصد براندازی بونو دارن. خب من شخصا به عنوان کارشناس صدای دور نه وقت نری تسخیر کنی ساختمان صدای دروغگویان و فکر کنم نقشه کشتیم براش. نه خب من به خاطر همون گفتم شناسایی وقت نشم با عینک مینک بیام. خدا رو چی دیدی فردا یه وقتی دیگه خواستین شناسایی کنیم. خب ما که آره بعد مثلا به این که چرا گفتی درختای کاج بده همه رو مثلا عریچه در بیاریم موقعی و کاره از همون درخت ما رو یه آویزونی چیزی کنیم. من گفتم که خب همین بهتره. البته ما چمدونامون آماده است. آره والا مینی ژوپامون کلاگیز همه چی ردیف، میریم همونجا که نخلا هست. آره چون نگران نباشی. حالا فعلا که نمیدونیم اصلا میفهمیم من کیم. آره موردش برده ها ما شما زرنگتریم. آره شنیدم که میخوایم بریم صدای دروغگویانم ساختمونمون میخوایم بریم تسخیر مسخیری چیزی کنی. خب من با هم اصلا شبا با عینک میخوابم من ترسم. آره با عینک. خب کاری دیگه یه وقت مثلا آدم تو خواب مثلا آدمو دیدی خب بهتره من با عینک باشه آدم. نه میبینی حالا شناساییش خیلی سخته. اصلا نمیدونی من کدوم نرگس خاتون هستم، کدوم کارشناس کی بودی تو؟ بله من کارشناس نبودم آقا، اصلا من نگفتم. نه والا من نبودم. آره برید خدا شما رو به راه درخت نخل
آره دیگه، به راه درخت نخل مستقیم هدایت کنه. آره، درخت های نخل